سلام بچه ها، من احمدم. امروز میخوام بهتون 10 تا نکته بگم برای فیلم برداری توی نور کم. نکته اول، همیشه یه منبع نور داخل تصویرتون بذارین. حالا اون منبع نور میتونه چراغ ماشین باشه، میتونه آتیش باشه، میتونه چراغ مغازه باشه، یه تابلو نئون باشه، هر چیزی که نور بده به سوژه‌تون. حتما پس یه منبع نور داخل قابتون بذارید. نکته شماره 2، از سایه ها استفاده کنین. ببین، از سایه نترسین. خب وقتی شما دارین تو نور کم فیلم برداری میکنین، گفتم یه منبع نور بذارین داخل تصویر. نور اینجاست، یه ذرهش تابیده به صورت سوژه‌تون. خب دوربینتون رو بذارین قسمت تاریک سوژه، بذارین یه هایلایت اینجا بیفته، از بک‌گراند جدا بشه. این سمت پس میشه سایه. دوربین رو سمت سایه قرار بدین و از سایه ها استفاده کنین. نکته سوم، نورسنجی درست انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دوربین سمت تاریک سوژه‌تون هست، به اون عددی که نورسنج دوربینتون میزنه اعتماد نکنید. این کنتراستی که بین روشنایی و تاریکی سوژه‌تون هست، نورسنج دوربینتون رو گول میزنه. بهتون گفته بودم از فالس کالر استفاده کنید، از یه مانیتور خوب استفاده کنید که فالس کالر داشته باشه. فالس کالر به شما این امکانو میده، به شما کمک میکنه که بتونید یه نورسنجی دقیق داشته باشین. خب بر اساس اون قسمت هایلایت. اوکی، شما اگه اون منبع نوری که داخل صفحتون هست و یه مقدار بسوزونین هم اشکالی نداره، یا اون قسمتی که سایه است اگه سیاه بشه، تاریک بشه هم اشکال نداره. نورسنجی تو بر اساس اون قسمت هایلایتی که روی صورت سوژه‌تون هست انجام بدید. نکته چهارم، از دیافراگم باز استفاده کنین. 1 و 2، 1 و 4، 1 و 8، نهایت 2. خب که بتونین نور بیشتری رو وارد دوربین بکنین و اون کمبود نور رو اینجوری جبران کنید. نکته پنجم، از فریم ریت پایین استفاده کنید. نورمال موشن فیلم برداری کنید. توی ویدیوهای قبلی بهتون گفته بودم 24 فریم، 25 فریم، نهایت 30 فریم. چرا؟ که بتونید از سرعت شاتر پایینتر مثلا 60 50 استفاده بکنید. اگه بخواید 60 فریم فیلم برداری بکنید، اون وقت سرعت شاترتون رو باید ببرین روی 120 و در نتیجه نور کمتری وارد دوربینتون میشه و نمیتونین دیتیل خوبی رو ثبت بکنید. نکته شماره 6، از ISO مناسب استفاده کنید. این هم بهتون توی ویدیوی اول راجع به نورسنجی گفته بودم. مثلا دوربین من FX3 بالاترین ISOش تو اون پیچ پروفایلی که من استفاده میکنم 2500. خب من از 2500 توی نور کم بالاتر نمیرم، برام کفایت میکنه. اگه بالاتر از اون برم تصویرم نویز میده. خب اینو حتما توی گوگل سرچ بکنید بر اساس مدل دوربینتون، ببینید بهترین ISOش بالاترین حد ممکن چقدره و از اون استفاده. نکته شماره 7، از دوربین مناسب استفاده کنید. ببینید شما با یه سنسور ضعیف نمیتونید تو نور کم فیلم برداری کنید. مثلا شما با یه 80D نمیتونی بری توی شب فیلم برداری کنی. حتی با 5D هم نمیتونی تصویر خوبی تو شب بگیری. اوکی، همیشه تصویراتون نویزی میشه. از یه دوربین با سنسور مناسب برای این کار استفاده بکنید. مثلا سونی آلفا 7 S3، آلفا 7 4. عرضم به حضورتون که FX3، FX3 اینا دوربیناییه که توی نور کم بهترین پرفورمنس رو به شما میده. نکته شماره 8، از پیکچر پروفایل مناسب استفاده کنید. من توی ویدیوی مفصل‌تر راجع به پیکچر پروفایل‌ها باهاتون صحبت میکنم. الان بخوام خیلی کلی بهتون بگم، پیکچر پروفایل به شما این امکانو میده که کالر اسپیس ویدیوتون رو مشخص بکنین، گامای ویدیوتون رو مشخص بکنین، یا حتی بتونین میزان تیرگی یا روشنایی که دوربینتون ثبت میکنه رو تنظیم بکنید و این خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید توی نور کم یه فیلم خیلی خوب بگیرید. نکته شماره 9، اصلاح نور رو توی نرم افزاری که دارین باهاش ویدیوتون رو ادیت میزنین یاد بگیرید. مثلا اگه دارین با پریمیر ویدیوتون رو ادیت میکنین، توی ویدیوهای با نور کم نرین توی قسمت
شادو و هایلایت بخواید نورتون رو تنظیم بکنید، از کروا استفاده بکنید، این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یا اگه مثل من دارین از داوینچی استفاده میکنید که دیگه خیالتون راحته، کل پنجره پرایمری چه HDR چه جای دیگه هم کروا، اینا خیلی دسترسی خوبی بهتون میده که بتونید روی رنگ و نور فیلمتون کار بکنید. و یه نکته هم حواستون باشه، گفتم از سایه ها استفاده بکنید موقع فیلم برداری، مشکلی نداره اگه این قسمت سایه باشه خب، ولی توی اصلاح نور سعی کنید یه مقدار به سمت خاکستری بوستش بکنید، چون چشم ما هیچ چیزی رو کاملا سیاه نمیبینه و شما باید یه نوری رو در بیارین برای ویدیوتون که کاملا طبیعی باشه. و نکته شماره 10 و نکته آخر، از یه پلاگین دینویزر استفاده بکنید، ولی خیلی اینو بهتون میگم سعی نکنید نویز رو کامل از بین ببرین، چون وقتی شما شروع میکنین به دینویز کردن یه مقدار از بافت پوست و اجارم از بین میبرین. سعی کنید خیلی لایت این کار رو انجام بدین که هم تو ذوق نزنه، همین که تصویرتون رو خراب نکنه. خیلی ممنون که ویدیو من تا اینجا دنبال کردین. همونجور که تو ویدیو قبلی هم گفتم قراره یه عالمه نکات خفن و کاربردی بهتون آموزش بدم راجع به فیلم برداری، پس حتما این کانال رو دنبال بکنید. همین دیگه، دمتون گرم. پاشین الان برین دوربیناتون رو وردارین، برین تو نور کم فیلم برداری بکنین، برای من لینک های فیلماتون رو بفرستین نگاه کنم لذت ببرم. مرسی.